سالگرد قتل اقبال مسیح، مبارزی کوچک با قلبی بزرگ. حسن روحانی رئیس جمهور ایران که به دنبال افزایش تنش‌ها در بلوچستان به زاهدان سفر کرده بود، در استادیوم این شهر سخنرانی کرد و گفت که در قانون اساسی ایران تبعیض وجود ندارد و ما شهروند درجه 2 هم نداریم. او همچنین از صحبت از وحدت شیعه و سنی کرد و گفت که بلوچستان پاره تن ایران است. گزارش در ارتباط با سفر آقای روحانی به بلوچستان با هم می‌بینیم و با مهمان گرامی برنامه به این موضوع خواهیم پرداخت. دکتر روحانی صبح امروز با استقبال پرشور مردم خونگرم سیستان و بلوچستان وارد شهر زاهدان شد. سفرهای استانی رئیس جمهور طبق معمول با خودرو سواری و مردم دوانی در خیابان‌های شهر شروع شد. اقدامی سنتی در ایران که قبل از سفر روحانی به زاهدان جمعی از فعالان بلوچ ابراز امیدواری کرده بودند متوقف شود تا دیگر مردم عادی وارد این بازی تحقیرآمیز نشود. سخنرانی در ورزشگاه 17 شهریور زاهدان اولین برنامه سفر رئیس جمهور به استان سیستان و بلوچستان. سیستانی ها عمدتاً شیعه مذهب و بلوچ ها حسب عنوان اهل سنت. برخی فکر می کنند سیستان و بلوچستان یعنی محرومیت، سیستان و بلوچستان یعنی طوفان‌های شن، سیستان و بلوچستان یعنی استان ناامن. این چهره واقعی این استان بزرگ سرزمین ایران نیست. سیستان و بلوچستان پاره تن ایران است. روحانی گفت که سیستان و بلوچستان پاره تن ایران است، اما نگفت که چرا در محرومیت به سر میبرد. او همچنین برای عموم مردم تعیین تکلیف کرد و ادعاهای بهت برانگیزی در مورد مساوات در قانون اساسی ایران بر زبان آورد. ما همه تابع قانون اساسی هستیم. ما همه زیر پرچم رهبری معظم انقلاب هستیم. در این قانون اساسی بین اقوام تفاوتی وجود ندارد. در این قانون اساسی بین مذاهب تفاوتی وجود ندارد. تمام مردم ایران زمین تحت لوای قانون اساسی از حقوق شهروندی برابر برخوردارند. ما در این کشور شهروند درجه 2 نداریم. این کشور شایسته سالاری بر او حاکم است. هر که شایسته تر، مقامی برتر و بالاتر و مسئولیتی سنگینتر. این اظهارات حسن روحانی در حالی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مذهب رسمی کشور مذهب شیعه اثناعشری اعلام شده و علاوه بر رهبری نظام در اصل 115 نیز پست ریاست جمهوری به شیعیان اختصاص داده شده و سنیان و پیروان دیگر مذاهب از احراز این مقام ها محرومند. حسن روحانی حتی مدعی شد که در قانون اساسی ایران تبعیض جنسیتی هم وجود ندارد، در شرایطی که اعمال دردناکترین نوع تبعیض و خشونت علیه زنان در ایران بر کسی پوشیده نیست. رئیس جمهور در ادامه سخنرانی خود به موضوع اسارت 5 نیروی مرزبانی توسط جیش اشاره کرد و آن را ظالمانه خواند. زمانی که چند نفر از مرزداران و مرزبانان به ناروا و ظالمانه
به گروگان گرفته شدند توسط یک گروهک، همه یک صدا بودید. اون چه ما امروز میان شیعه و سنی میبینیم. او همچنین در دیداری با علمای اهل سنت در یک سخنرانی نیم ساعته از وحدت شیعه و سنی سخن گفت، اما فعالان بلوچ میگویند تا زمانی که تبعیض سیستماتیک علیه آنها رفع نشود گمان نمی کنند که این نوع اظهارات به مشکلات و تنش‌ها در بلوچستان پایان دهد. مسلمانند. این استان میتونه از لحاظ معنوی و فرهنگی هم. عزیزان، در بخش نخست برنامه امروزمون نگاهی خواهیم داشت به انگیزه‌های سفر رئیس جمهور به زاهدان و صحبت‌هایی که آقای روحانی در آنجا کردند. در این راستا آقایان ایرج افغانی عضو انجمن فعالان حقوق بشر بلوچستان و همچنین عضو حزب مردم بلوچستان و همچنین آقای رضا حسین‌پور کارشناس مسائل ایران مهمانان برنامه ما هستند. آقای افغانی خوش آمد میگم به شما. مرسی. آقای حسین‌پور خدمت شما هم خوش آمد میگم. خوش آمدید به برنامه ما. سلام و درود بر شما و بر بینندگان گرامی و همینطور بر مهمان گرامی شما. آقای افغانی با شما شروع بکنیم. ممکنه بفرمایید که انگیزه سفر آقای روحانی به زاهدان چه بود در موقعی که اتفاقات بسیار زیادی اخیراً در بلوچستان روی داد؟ ابتدا من سلام میکنم به شما و همچنین به آقای حسین‌پور و بیننده‌های عزیز شما. بعد باید عرض کنم که آقای روحانی به عنوان رئیس دولت تدبیر امید و به قول خودشون اعتدال قبل از انتخابات در حین تبلیغات انتخاباتی وقتی به زاهدان نماینده‌هاش فرستاد و خودشون با مولوی عبدالحمید وقت تماس گرفتند، بعد از این جریان اینو شاهد هستیم و همه میدونن و آمارا هم مشخص میکنه که بلوچستان در واقع بیشترین آرا رو به آقای روحانی در واقع تعلق داد و حتی شاید بتونیم بگیم 100% آرا رو به آقای روحانی دادن مردم بلوچ، فقط به امید این که این تبعیضات سیستماتیک و این کشت و کشتار و اعدام‌های فله‌ای که تو بلوچستان صورت میگیره یا تبعیضاتی که در تمامی حوزه‌ها صورت میگیره، فقط به امید این که اینا از بین بره امیدوار شدن و به آقای روحانی رأی دادن. اما متاسفانه یک دو ماه اخیر وقتی این 5 مرزبان ایرانی به وسیله گروه جیش العدل دستگیر شدند، بعد از این خب خود حکومت یا کسای نماینده حکومت تو استان یا تو تهران حتی اینا دست به گریبان شدن به سازمان ملل و از دولت پاکستان خواستند که این گروگان ها رو آزاد کنه، در واقع کمک کنه که این گروگان ها آزاد بشن. هیچ کاری نتونست بکنه و فقط سعی تلاش علمای بلوچ بود و معتمدین محلی و بخصوص مولوی عبدالحمید که واقعا سعی تلاش بسیاری کردن تو این زمینه و خوشبختانه تونستن که اون نتیجه‌ای که دلخواهشون بود برسن. متاسفانه بعد از آزادی گروگان‌ها آقای روحانی که رئیس جمهور بود و قولهای خیلی مساعدی قبل از انتخابات به مردم بلوچ و مولوی عبدالحمید که یکی از مولوی ها و علمای روشنفکر و اصلاح طلب هستند، تمام قولهایی که داده بودند حتی بعد از آزادی گروگان ها که واقعا آقای مولوی عبدالحمید تلاش زیادی کردند و دیپلماسی واقعا درست به جای به کار بردن تا تونستن این مرزبان ها رو آزاد کنن، اما آقای روحانی کمترین اهمیتی به ایشون نداد و حتی یک تشکر به قول معروف ناقابلی هم از ایشون نکردن. بیانیه‌ای که داده بودن فقط تبریک گفتن به رهبر جمهوری اسلامی آزادی مرزبان ها رو و فقط به همین اکتفا کردن. ولی میشه گفت خوشبختانه آقای هاشمی رفسنجانی که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند، ایشون توی یکی از جلسات به آقای مولوی عبدالحمید این مسئله رو تبریک گفتند و از ایشون تشکر کردن. حتی آیت الله بیات زنجانی و یکی از مراجع تقلید دیگه شیعه تو قم از ایشون واقعا تشکر کردند و واقعا جای شگفتی هست که رئیس جمهور
نتونست یک تشکر بکنه. در واقع هیچ حتی کمترین بهای به مولوی عبدالحمید نداد، در صورتی که مولوی عبدالحمید میشه گفت در واقع یک فعال حقوق بشر هم هست در کنار اینکه یک روحانی هست. البته آقای افغانی در ادامه برنامه به این موضوع خواهیم پرداخت که در مواضع آقای مولوی عبدالحمید چه بود و وقتی که آقای رئیس جمهور رفتن به بلوچستان اینکه اجازه ندادن بهشون سخنرانی بکنن چون از قبل تعیین شده بود که ایشون سخنرانی بکنن. اجازه بدید نظر آقای حسین‌پور هم بپرسیم. آقای حسین‌پور، شاید بحث برانگیزترین نکته‌ای که آقای رئیس جمهور در سخنرانیشون عنوان کردن این بود که در قانون اساسی ایران تبعیض علیه اقوام، مذهب‌ها و حتی جنسیت وجود نداره. واکنش شما چه است بین ادعای رئیس جمهور ایران؟ من چند تا رقم مطرح می کنم تا اول شما عمق تبعیض رو ببینید و بعداً مردم خودشون قضاوت بکنند. 90% مردم ایران مردم بلوچستان زیر خط فقر زندگی می کنند و از حدود 70,000 دانشجو که در سیستان بلوچستان هستند حتی 10%شون هم بلوچ نیستند. از 750 نفر کادر دانشگاهی که در بلوچستان و سیستان هستند حدود 30 نفرشون فقط بلوچ هستند که 10-15 نفرشون دکترا دارند، بقیه لیسانس یا فوق لیسانس دارند و اونهایی هم که دکترا دارند به خرج خودشون درس خوندند. 79% بودجه بلوچستان از خود بلوچستان، از مالیات ها و منابع معدنی خود بلوچستان تأمین می شود. در چابهار حدود 3,000 تا دانشجو وجود داره که از این 3,000 دانشجو در حدود 300 نفرش هم بلوچ نیستند. بنابراین با خود استاندار سیستان و بلوچستان یک شخص غیر بلوچ هست، شهردار زاهدان غیر بلوچ هست، تقریبا تمام مدیران کل غیر بلوچ هستند. در دولت هیچ مشارکتی بلوچ ها ندارند. حالا شما بر اساس این خودتون و مردم ایران قضاوت بکنند که آیا واقعا تبعیض وجود دارد یا نه. این رو هم اضافه بکنم که سفر روحانی به سیستان و بلوچستان و طرح این قضایا عمق زشتگرایی رو در این رژیم نشان داد. واقعا دروغ هیچ گونه قبحی ندارد، زشتگرایی هیچ گونه قبحی ندارد و دروغ گفتن هم بسیار بسیار آسان شده است. و بدتر از آن هم اینه که اینها میخواهند واقعا زشتگرایی و زشت بودن رو در ایران به صورتی نجات بدهند که اصلا کسی فرق خوب و بد، راست و درست رو نداند تا اینها بتوانند از آنچه که در مملکت میگذرد واقعا نهایت سوء استفاده رو بکنند. همین سوال با شما مطرح میکنم. آقای روحانی مدعی شدن که در قانون اساسی ایران تبعیضی وجود نداره و همچنین چون مدعی شدن که ما در ایران شهروند درجه هم نداریم. سالها در بلوچستان خودتون زندگی کردید، شما چه دلایلی میتونید برای آقای روحانی بیارید که در شهروند درجه 2 یا حتی درجه 3 و 4 بودید در ایران و چه تبعیضایی رو شما به چشم دیدید در وقتی که در بلوچستان بودید؟ اول اجازه میخوام از شما که پاسخ سوال اولتون در رابطه با انگیزه سفر آقای روحانی رو یه خورده دیگه مختصرا توضیح بدم و دلایل اون رو بعد به پاسخ سوال دوم میرسیم. آقای روحانی وقتی که کوچکترین تشکری از آقای مولوی عبدالحمید نکرد، در صورتی که خب بعد از این مولوی عبدالحمید با رسانه‌های خارجی وقتی مصاحبه میکرد میگفت من هیچ احتیاجی به تشکر ندارم، فقط به خاطر رضایت خدا و رضایت مردم و به خاطر این 4-5 جوونی که دستگیر شده بودن، به خاطر اینکه جونشون نجات بدم این کار رو انجام دادم و یک کار انسانی و شرعی در واقع انجام دادم. بعد این مسئله یعنی اینکه وقتی آقای روحانی هیچ اهمیتی به آقای مولوی عبدالحمید و
که در واقع میشه گفت یکی از نمایندگان خوب مردم بلوچ هست به عنوان یک از علمای خوب و میانه‌رو و اصلاح طلب تو بلوچستان، تشکری نکرد. بعد از این یه نارضایتی گسترده در خود بلوچستان بین مردم بلوچستان از حکومت و حتی بیشتر از خود آقای روحانی که این همه قول داده بود که بلوچستان رو به قول معروف وضعیتش رو تغییر میده و اینا قبل از انتخابات قولهایی که داده بود، این باعث در واقع یأس و ناامیدی در اذهان مردم بلوچ شد و واقعا سرخورده شدند از این مسئله. اما خب در واقع این سفر ایشون رو در واقع واسطه آقای روحانی خود استاندار ایشون بود و گروهی که اونجا در واقع سکاندار استانداری بلوچستان هستن از ایشون دعوت کردن، چون جو رو دیدن واقعا نارضایتی خیلی به شکل گسترده وجود داره از آقای روحانی. البته نه اینکه آقای روحانی اومده باشه بلوچستان که دلجویی کنه از مردم بلوچ یا تشکر کنه از آقای روحانی، کما اینکه دیدیم آقای مولوی عبدالحمید جز سخنرانان ویژه این برنامه بودن، برنامه سفر آقای روحانی قرار بود توی استادیوم 17 شهریور زاهدان ایشون سخنرانی کنند. اما آقای سلیمانی که نماینده ولایت فقیه هست تو استان و در واقع یکی از همکاران خیلی نزدیک آقای شهریاری که در واقع میشه گفت قاتل تمام بلوچای استان آقای شهریاری و آقای سلیمانی هستن، اینا فشار آوردن به خود استاندار که لغو بشه سخنرانی آقای مولوی عبدالحمید و موفق شدن، چون تو بلوچستان حکومت در حکومته، یعنی علاوه بر جمهوری اسلامی که از مرکز فشار میاره به مردم بلوچ و جاهای مختلف ایران، یعنی بیشتر مناطق اقلیت نشین کردستان، بلوچستان، آذربایجان یا ترکمن صحرا، مناطق سنی نشین بیشتر به اقلیت ها فشار میاره. بعد تو خود این مناطق نیروی انتظامی، سپاه، اطلاعات باز فشارهای علاوه بر اون فشارهای خیلی بیشتری به مردم بلوچ و کردستان جاهای دیگه میارن. البته نه اینکه آقای روحانی اومده بود تشکر کنه، که کما اینکه دیدیم هیچ تشکری هم نکرد مستقیما از مولوی عبدالحمید، سخنرانی ایشون لغو شد و بعدش هم تو سخنرانیاش اعلام میکرد که ما شهروند درجه 2 نداریم و یا تبعیضاتی، هیچ نوع تبعیضی تو بلوچستان و جاهای دیگه ایران دیده نمیشه، تمام مذاهب به قول معروف در یک سطح وجود داره، از حق و حقوق مساوی برخوردارن. من فکر میکنم یا آقای روحانی قانون اساسی جمهوری اسلامی که اصولش تمام اصول قوانین جمهوری اسلامی، قانون اساسی جمهوری اسلامی فقط و فقط پر هست از تبعیضات، که من فقط اشاره میکنم به اصل 112 قانون اساسی جمهوری اسلامی و اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی که در واقع اصل 112 مذهب رسمی کشور رو مذهب شیعه اثناعشری عنوان میکنه و اصل 115 هم که خب پست های رهبری و ریاست جمهوری رو فقط به در واقع در شأن کسایی که شیعه هستن، شیعه اثناعشری هستن، در شأن اونا میدونه و خب اینو دیدیم که هیچ نیازی به صحبت نیست. اما آقای روحانی وقتی که صحبت کرده بودن تو قبل از انتخابات، ایشون به مولوی عبدالحمید و تمامی این اقلیت‌ها قول داده بودند که 2 یا 3 وزیر سنی رو در واقع تو کابینه خودشون جا بدن، که دیدیم اصلا این صورت نگرفت. نه وزیر، حتی در سطح استاندارم این مسئله صورت نگرفت. من فقط به یه مسئله اشاره بکنم، حتی اون روز سه‌شنبه که آقای روحانی اومده بود تو بلوچستان تو زاهدان، آقای جنتی وزیر ارشاد ایشون تو اداره ارشاد اسلامی زاهدان جلسه‌ای داشتن با هنرمندان و این فرهنگ دوستان، کسایی که با ارشاد اسلامی در واقع کار میکنن، البته در تمام سطح استان. اگر توجه کنید 164 نفر کارمند تمامی این ادارجات ارشاد اسلامی استان در واقع کارمند داره که اگه بخوام حساب بکنیم
حدود کمتر از 10 نفر شاید 8 نفر از این کارمندا بلوچ هستن. بعد 8 نفر از این کارمندای بلوچ رو در واقع این روزنامه‌نگارا و اینایی که کار هنری میکنند، هنرمندای بلوچ و روزنامه‌نگارا و اینایی که کار فرهنگی میکنه، اینا رو دعوت کرده بودم و بقیه بیشتر سیستانیا بودن. حتی ما مخالف نیستیم که سیستانیا تو این جلسات باشن. بعد به یکی دو تا از روزنامه‌نگارای بلوچ گفته بودن که شما صراحتا اعلام کرده بودن که شما حق صحبت کردن با وزیر رو ندارید، اما تمام این برادرای سیستانی که ما اینجا تو این جلسه بودن فقط از مظلومیت سیستان گفتن و به این شکل تونستند وزیر رو در واقع متقاعد کنند که بودجه های کلانی رو برای سیستان مثل گذشته تو دولت‌های قبلی اختصاص بدن. و آیا حتی تبعیض بالاتر از اینه؟ من به نکات خیلی زیادی میتونم اشاره کنم، اما خب این مسئله بود که روز ورود آقای روحانی در واقع این رخ داد. درسته، البته موارد زیادی هستش، منتها وقت برنامه کفاف اینو نمیده. آقای حسین بر از دیگر مواردی که آقای روحانی در مورد صحبت کردن این بود که در کشور ایران شایسته سالاری حاکمه و هیچ تفاوتی میان مردم وجود نداره. آیا معنای این سخن ایشون به طور غیر مستقیم این نیستش که اگر یک بلوچ در ایران نمیتونه رهبر بشه و نمیتونه رئیس جمهور بشه و نمیتونه مناصب بالای کشوری و لشکری رو در دست بگیره به خاطر اینه که هیچ فرد شایسته در میان بلوچ‌ها و یا غیر شیعیان وجود نداره در ایران؟ حالا شما خودتون مقایسه بکنید مولوی عبدالحمید رو و سخنان ایشون رو با سخنان آقای روحانی و شخصیت مولوی عبدالحمید رو با شخصیت آقای خامنه‌ای. خیلی روشن هست که مولوی عبدالحمید شایسته تر برای هر کاری هم از روحانی هست و هم از آقای خامنه‌ای. و این سخن آقای روحانی در واقع یک توهین بسیار بسیار بزرگ نه تنها به ملت بلوچ بلکه به تمام مردم ایران بود. چطور هست که بلوچ ها که بالاترین ضریب هوشی رو طبق یک بررسی سازمان ملل در ایران دارند، اونها هیچ کدامشون شایستگی ندارند، ولی آقای خامنه‌ای و بقیه شایستگی دارند که در عمل دیدیم کارنامهشون تقریبا بسیار بسیار ضعیفه. باز صندوق جهانی و بانک جهانی یک تحقیقی کردند و متوجه شدند که نمره جمهوری اسلامی از آغاز تا کنون از 100 چیزی شبیه 25 بوده است. از 125 یعنی از 20 جمهوری اسلامی نمره 5 آورده، یعنی در واقع رفوزه شده است. چه کسانی می توانند این حرف را بزنند که شایسته سالاری در ایران وجود داره که از 20 نمره 5 آوردند و در مقابل بلوچ هایی که در واقع شغل عمده‌ای ندارند ولی توانستند در واقع بدون اینکه کاری داشته باشند، بدون اینکه امکاناتی داشته باشند، باز هم بتوانند زندگی بکنند. این واقعا یک توهین بزرگ به همه مردم ایران هست که چطور در سطح ایران مثلا آدمی لایقتر از روحانی برای ریاست جمهوری وجود نداره. آیا و اگر هم این هست که واقعا در بلوچستان افراد شایسته وجود ندارند که یک دروغ بسیار بسیار بزرگ هست، در کردستان هم این دروغ بزرگی است، در خوزستان هم همینطور. چطور هست که جمهوری اسلامی نتوانست از ظرف 35 سال لااقل 3 نفر رو برای استانداری کردستان، بلوچستان و خوزستان از میان خودشون تربیت بکنند؟ چطور ظرف 35 سال نتوانستند 2 تا وزیر سنی رو که 30% جمعیت ایران هستند تربیت بکنند؟ پس معلوم هست که اولا تبعیض در اوجش وجود داره و این تحقیرها در چنان سطح وسیعی در این مناطق وجود داره که به کسی اجازه ابراز وجود نمیده. من اطمینان دارم که بدترین مدیر
بلوچ از بهترین مدیر جمهوری اسلامی شایسته تر هست، لایق تر هست و تمام شواهد و نشانه ها هم این رو واقعا ثابت میکنه. این که او میگوید که ما شهروند درجه 2 نداریم درسته، برای اینکه بلوچ‌ها درجه 2 نیستند، درجه 5 و 6 هم نیستند، اصلا درجه دار نیستند. در هیچ کجا در جایی که در حدود 3.5 تا 4 میلیون نفر بلوچ اصلا شغل عمده‌ای نداشته باشند، خب معلوم هست که اینا اصلا موجودیت ندارند، موجودیتشون مطرح نیست. از اون طرف میبینیم که این شایستگی ها رو شما عبدالمالک ریگی رو ببینید. عبدالمالک ریگی یک جوان 17-18 ساله وقتی که شروع کرد سالهای سال علیه جمهوری اسلامی فعالیت کرد و در تمام جبهه‌ها جمهوری اسلامی رو شکست داد و وقتی هم که گیر افتاد نه توسط جمهوری اسلامی بود بلکه در یک توطئه بین المللی بود. همین جیش العدل اگر اینا شایسته نبودند چجوری جمهوری اسلامی واقعا نمیتوانست ظرف 2 ماه این اسیران رو نجات بده، در حالی که سپاه قدس رو در اونجا برده بود، ضبط‌ترین نیروهای خودش رو در اونجا برده بود؟ چگونه است که نتوانست این کار رو بکنه؟ در زمان شاه یک نفر به نام دادشاه به مدت 14 سال با رژیم شاه جنگید. واقعا نمی شود که از این شایستگی بیشتری رو نشون داد. در کل ایران چنین شایستگی اصلا وجود نداره. این هست که من فکر میکنم که حرفای آقای روحانی کلا دروغ بود و البته یک کاری رو کرد، تمام مردم بلوچستان رو از تمام رژیم به نظرم ناامید کرد و فکر میکنم که مردم کرد، عربها، ترکمنها، بخشی از بختیاری و لرها و همینطور ترکها به طور کلی با آنچه در این سفر دیدن از کل رژیم، از کل نظام ناامید شدند و به این یک نتیجه رسیدن به نظر من که برای بهتر شدن وضعشون، برای بهبود زندگی در ایران هیچ راهی جز تغییر این رژیم ندارند و من فکر میکنم که مردم بلوچ از هر روزی در گذشته امروز مصممتر هستند که مبارزه بکنند، به هر وسیله‌ای که بتوانند مبارزه بکنند تا به حق و حقوق خودشون برسند. این رو من به تمام مردم ایران هم سفارش میکنم که این رژیمی است که اساس و پایش بر دروغ و ریا هست و هیچ گونه شرم و واقعا خجالتی در بین اینها وجود نداره. یک راه برای نجات خودشون دارن و اون هم تغییر این رژیم هست. زاهدان قبل از سفر آقای روحانی به بلوچستان مردم رو دعوت کردند که به استقبال از ایشون بیان، اما ظاهرا قرار بود که ایشون هم در استادیوم سخنرانی بکنن، اما جلوگیری شده از این موضوع. ممکنه کمی هم در این مورد توضیح بدید، فقط اگر ممکنه در عرض 1 یا 2 دقیقه نهایتا؟ بله، ببینید طبق معمول همون دروغ هایی رو که همیشه میگفتند از مولوی خواستند که مردم رو تشویق بکنند که بروند و از این آقا استقبال بکنند. خب عده زیادی نرفتند، ولی همون تعدادی که رفتند برای نمایش بود که آقای روحانی آدم محبوبی است و آقای مولوی عبدالحمید هم مردم رو دعوت کرده است که از ایشون استقبال بکنند. ولی به دلیل اینکه با مولوی عبدالحمید صحبت نکردند، با علمای دیگر صحبتاشون رو نشنیدند، با روشنفکران بلوچ هم که صحبت نکردند، با شورای شهرستان و استان هم که صحبت نکردند و درد دل هیچ کدام رو نشنیدند، اینها اومدند با مأموران خودشون در بلوچستان صحبت کردند، به مأموران واقعا دلگرمی دادند که در سرکوب مردم بلوچستان کوشش بکنند. این یک سفری بود پر از مصیبت برای جمهوری اسلامی و پر از نعمت برای مردم بلوچستان و برای مردم ایران که بدانند که با این رژیم در هیچ زمانی به هیچ جا نخواهند رسید. داشت از آقای روحانی و چه صحبت‌هایی ایشون میتونستن بکنن که شما رو راضی بکنه؟ مثلا اگر ایشون
به دلیل سالها تبعیض و اعمال خشونت در بلوچستان از خلق بلوچ عذرخواهی میکردن و قول میدادن که از این به بعد نگاه امنیتی و تبعیض‌آمیز از بلوچستان رفع بشه و راه بر مشارکت بلوچ‌ها در اداره خودشون باز بشه. آیا شما در اون وقت میتونستید که امیدوار باشید مسئله بلوچ در ایران به طرق مسالمت‌آمیز حل بشه؟ فقط اگر ممکنه کمی کوتاه پاسخ بدید. اول وقتی این همه دروغ آقای روحانی مطرح میکنه تو زاهدان، کلا تو بلوچستان مطرح میکنه که تبعیض وجود نداره یا وجود نداشته، من نمیتونم انتظار داشته باشم از آقای روحانی. به این دلیل در واقع ایشون میاد تثبیت میکنه اون تبعیضات رو و میخواد بگه بله هیچ تغییری لازم نیست تو بلوچستان صورت بگیره، یعنی دولت‌های قبلی هم درست عمل کردن و هیچ کاری من نمیخوام انجام بدم، پس بنابراین من نمیتونم انتظار داشته باشم. اما اگر گرچه ایشون اومده بود تو بلوچستان فقط به خاطر اینکه به ظاهر دلجویی بکنه، اما در صورتی که برای فریب افکار عمومی اومده بود که تو انتخابات بعدی بازم آرای مردم رو از صندوق برای خودش به نفع خودش در بیاره، که خوشبختانه آقای حسین بر هم اشاره کردن که تمام مردم بلوچستان متوجه این همه ریا و دغل‌کاری آقای روحانی شدند. خب اگر ایشون به این شکل صحبت نمی کردند و کم اهمیتی به آقای مولوی عبدالحمید که در واقع میشه گفت نماینده مردم بلوچستان هست، یکی از نمایندگان خوب مردم بلوچستان هست، خب میشد بگم که خب من انتظاری داشتم، اما من فکر نمی کنم هیچ کمترین امیدی از آقای روحانی و امثال روحانی و یا کسای دیگه باشه. من فقط اگر فرصت هست من ببینید تو انتخابات مجلس شورای اسلامی شهر میرجاوه، بخش میرجاوه که یه بخش بزرگی هست در واقع جزء حوزه استحفاظی زاهدان هست. حالا ببینید تبعیض تا چه اندازه هست. فقط من به یک مسئله اشاره میکنم. میرجاوه جمعیتش هم بالاست و نه تنها میرجاوه، یه قسمت های دیگه هم از زاهدان که در واقع جزء حوزه استحفاظی زاهدان هستند تو تمام مسائل جزء حوزه استحفاظی زاهدان هستند ولی زمان انتخابات از حوزه استحفاظی زاهدان خارج میشن، فقط به این دلیل که مردم میرجاوه یا اطراف اون یا یه قسمت های دیگه از زاهدان نتونن مردمشون بلوچ و سنی هستن نتونن بیان زاهدان رأی بدن و نماینده انتخاب کنن و همیشه امثال شهریاری و خود آقای شهریاری که در واقع قاتل مردم بلوچستان هست، یک افراطی متعصب سیستانی هست، ایشون در واقع انتخاب که نه انتصاب در واقع میشه، یعنی نمایندگی یک بلوچ رو هم اونجا حقش رو از مردم میگیرند. متوجه؟ و خب کارنامه آقای شهریاری هم که یک پزشک هست در واقع جون تمامی انسان‌ها رو باید نجات بده، قسم خورده، تعهد کرده تو چیز پزشکی خودش، ولی چند سال پیش ایشون خودش علنا اعلام کرد که 750 نفر بلوچ، جوان بلوچ حکم اعدام گرفتن و در واقع هم خود ایشون نقش داشتن تو احکامی که صادر میشه مستقیما نه غیر مستقیم و هم در دادگستری هم در استانداری و هم در اطلاعات و ارگان‌های دیگه ایشون مهره خیلی فعال هستن، هم خود ایشون و هم آقای سلیمانی. سپاسگزارم آقای افغانی. در برنامه بعدی حتما این مسئله رو بیشتر باز خواهیم کرد. متاسفانه وقتی این بخش برنامه پایان رسیده. از شما سپاسگزاریم آقای ایرج افغانی، عضو انجمن فعالان بلوچستان و همچنین عضو حزب مردم بلوچستان، و همچنین از شما هم سپاسگزاریم آقای رضا حسین‌پور، کارشناس مسائل ایران که به ما پیوستید. سپاس از شما. بینندگان گرامی، در ادامه برنامه نگاهی خواهیم داشت به زندگی مبارزی کوچک قلبی بزرگ داشت. در گزارش